کی هستی ها؟ کی هستی؟ هر بلایی که به سرم آید آمده خلاصم میکنی. کنی ایستا. وقتی رویت را دیدن هم رسیده است. رویت را این طرف گردان. این طرف گرد. رویت را گردان. رویت را گردان. یه مردک همون جنگاوره کلس دیدین یا ندیدین؟ حالا ندیدین سردارم. اکاونال در بروتا جانم باز آنها را از دست دادیم ها. چی خیلی از دست دادیم ها؟ این شب هر نشان دستگیر میشوند وگرنه شب سر نمیشوند. رویت را گردان. برگردان گفتم. ایستا خیر. خدا لعنت کند. کی بودنی تو را من میفهمم. салом алейкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боириноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. احمد شاگردان را بگو که دوست داشته کمال سیاه را گرفته به انبار برند. با خود کمال سیاه باشد بعدا سر و کار میگیرم. بابای قادر را گوش نمیکردگی حق زندگی ندارد. امرتان رو بجا میاریم. معلوم که همراهت نقاب میگردانی ها؟ بخیر است خانم ملیس. چرا در اتاقتون نیستید؟ خوابتون نبرد؟ با تو چی؟ چرا به نزد من اومدی؟ تو رو تنها گذاشتن نمیخواهم ملیس. آدم‌های بابای قادر هر وقت میتوانند تو رو ضرر رسانند. از همه زیاد تو ضرر میرسانی. مرا تنها گذار بس است. اما ملیس، مرا تنها گذار گفتم. شد ملیس، چه خیلی که خواهی دیگر رویم را نمیبینی.
از من خلاصی نداری آشنا جان. کی بودنت را میفهم. آنها به کجا رفتن؟ مردک یک نفری بدن دستگیر کردن نتونستیم. بازی 2 نفر شینن از کجا دستگیر میکنیم؟ اینا جنگاور، اینا با کارتکلس. اینجا چی گپ است؟ کارتکلس جنگاور رو تعقیب دارن. سردارم، کارتکلس برای چه جنگاور رو تعقیب میکنه؟ ای بچه من چی بدونم؟ دستگیر کردیم از خودش میپرسیم. خدایا این اون رست کن. باز آمده مرا پیدا کردن. دردی سری من باز آمده دنبال من است. دیوانه است. سردارم، ما رو پای نبوده باشن امینو. از کجا پای میبرن؟ سیگنال رو فعال نکردیم کو. به این هم آنها از پس یک دیگر هستند. الیونت به گروه خبر ده. در چهارراهی پیش آمد راه را بندند. اکنون فقط سخن کنید. رفیقون، از پس کارتکلس هستیم. چهارراهی که در پیش است راه را بندید. علاقه تمام. به ناموس انیق در 4 راههای پیش آمد راه را بسته است. من در این جایها به طرف راست میگردم. در این راه جدا میشوم. بگذار جنگاور را تعقیب کنم. او را دستگیر کردن نمیتوانند. بی عقل. سردارم، اکنون کدامش رو تعقیب میکنیم؟ کارتکلس رو یا جنگاور رو؟ البته کارتکلس رو. با جادوستاری سردارم. یا خدای من. سخت ترسیدم کمال. نه ترس خانم ملیس، من همین جایم. آخر دیگر رویم رو نمیبینی گفته بودی. اگر به تو کسی ضرر نرساند میروم. کسی ضرر رساند دویده میگویم خانم ملیس. خوب، دیگر کسی ضرر نمیرساند. میتوانی روی. از روزی که به این خانه آمدی یگانه آدمی که به من ضرر میرساند تو هستی. از کجا پیدا شدی؟ دلم رو میشکنی خانم ملیس. شکسته ریزت. نزد تو آمده ایستادم دخترم. کمی دیر شد، معذرت میخوام، اما تو رو بسیار یاد کردم. در خانه نیستم پدر. میدانم که در خانه ای دخترم. کمتر پس آنجا میشوم. یگان چیز میخوای بیارم؟ از تو یگان چیز نمیخواهم پدر. از من دور باش کافی است. در این زمانه پدری دختر بودن از پدری مافیا بودن دیده دشوارتر است. این جنگاور نیست مگر؟ تعقیب کنید او را.
ماشین کالتا کلاس اینجاست. بله. مردک بگریخته است. اوی کالتا کلاس، اوی کالتا کلاس، این چه عذاب است که از پیش تو میکشم؟ لعنتی بیشرف، من میدونم تو رو چی کار کنم. در محله دخترم این چیکار میکند؟ یا که از پسی دخترم است؟ پس ما از این خلاص شدیم، باز این سر کرد. کجا غیب زد او؟ لوین رفتم. سردارم عجبو، باز بریم خانم و بابا اکرم بکنیم. ممکن که کالتا کلاس در همونجا باشه. این خیلی نیست، دیشب اونجا دستگیر شد. چرا با اونجا رود؟ ممکن رفته باشد. هر جا باشد به عقل اونال مرا اینجا دیگر نمیکنه. برای به اینجا آمدن عقلی وی به عقل نمیگیرد، مگر میآید. نه چینگیز میرم یا نه؟ حاضرم فکر کرده ایستودایی؟ تمام گپ شما درست، گپ لوی نادرست. بیا بریم امروز زادروز گلندم و یک تبریک میکنیم، بسیار شاد میشه. رفتیم؟ نه لوین، تو حق هستی. نه سردارم، شما حق هستید. بیا رویم. نه لوین، تو حق هستی. و کالتا کلاس فکر میکنه که ما دیگر اون قطر رو نمیکوبیم. انیق با اون قطر رفته است. سردارم از برای خدا باید خلاصه بیاید. چیکار کنیم؟ یعنی حاضر به خونه بابا اکرم رفته هجوم میکنیم؟ نه جونم، همین خیر رفته هجوم نمیکنیم. دلیل نداریم. پگاه زهرا رو تعقیب میکنیم. زهرا ما رو به نزد کالتا کلاس میبرد. سردارم قسم میخورم از تعقیب کردن دیوانه شدیم. اول کالتا کلاس جنگاور، بعدن خانم زهرا. در کجا بودید جناب زیو؟ با کجا غیب زدید؟ شما حالا خواب نکردید؟ نه، از ترس اون جین خوابم نبرد. به خدا جین نیست، فلان نیست. از برای خدا این خیل نکنید. رفته خواب کنید. نمیدونم. دخترم من باید زهرا را ببینم. کی است در این نصف شب؟ اوف، برادر دیوانه هستی در این وقت شب زنگ میزنی ها؟ کالتا کلاس از محبس گریخته از خبر داری؟ جناب سقراط، این شما هستید؟ تو به سوالم جواب ده. کی گریخته است؟ چی خیل گریخته است؟ خودت را به نادانی نزن کودک. کالتا کلاس حتما با دوست دخترش در ارتباط می شود. مکانی کالتا کلاس رو فهمیده به من خبر میدی، وگرنه میموری. از کجا میدونم اون دردی سر در کجا پنهان شده است؟ باز طرفم وای من میکنه. تلفن خاموش است. اکنون چی خیل خوب کنم؟ خوابم گریخت.
ایستا خیرداد نزن، خاموش باش. چی داد میزنی؟ همه را اینجا جمع میکنی. خدا جین مثلی زیو گپ میزنه. چی خیل جین است برای خدا؟ زهرا با کی گفته ایستادم؟ من هستم، من. زیو این تو هستی؟ بله منم. جین زیو نیستی همین خیل نه؟ چی خیل جین زهرا؟ هر کسی که با لباسی با بوی برفی گردد فکر میکنه که جین است. زیو یا این که تو هم اون جین رو دیدی؟ بسیار بترسم. ایست نکن. دستم. زیو چی شد با تو؟ چی شد؟ چیز نیست، تیر گذشت. اونر تیر پراند. چی؟ بله چیزی نیست، داد نزن، زده گذشت. دخترم برای دیدن مادرت نمی روی. میدانی تو رو بسیار یاد کرده است. من با اون خانه نمی آیم پدر. ما با مادرم در بیرون و میخوریم. خوب دخترم، خودت میدونی. اگه باز خبر میگیرم. فراموش نکن، با دقت باش. آن جنگاور نقابدار دیدم در این جای ها میگشت. دیدی در حال به من خبر ده. در این جای ها دیدی؟ کی دیدی؟ دخترم تو یگان با روی آن آدم رو دیدی؟ روی او رو کی دیده است که من دیده باشم پدر؟ برای چی پرسیدی؟ همطور میخوام گویم میترسم که به تو ضرر میرساند. پروا نکن پدر، با من از او ضرر نمیرسد، اما از تو انیق میرسد. او دخترم هوشیار باش جناب مؤذن، زیر نظارت من هستی، مگر نه خودت میدانی چی میشه. پدر؟ در آنجا چی کار میکنی؟ چیزی نیست دخترم، گفتم مؤذن رو یک سلام دهم. هوشیار باش مؤذن، گفته هایم را فراموش نکن. دختری من در این محله چیکار میکند؟ برای چی به اینجا کوچیده باشد؟ مؤذن را هم هیچ نپسندیدم. جنگاور هم در اینجا میگردد. اینجا آرام نیست. هر روز آمده از سنم پرسیدن اندازه. یزنم تو رو در اینجا میابد زیاد. چرا به اینجا آمدی؟ چیزی نمی شود. با فکرم او دیگر فکری اینجا آمدن را ندارد. چون این فکر دارم، یعنی هرگز نمی آید. زیاد تو دیوانه شده ای؟ چی خیلی هرگز نمیابد. برای دستگیر کردنی تو همه ای کار رو میکند. اینجا انیخ تو رو میابد. پروا نکن، تمام آخر آرام باش. من باید آن کارت را یافته خودم را سفید کنم. تا آن زمان حل میکنم، یعنی دیگر هیچ چیز لازم نمی شود. چی خیلی میابی وی رو؟ پگاه پرسش را سر میکنیم. پرسش؟ چی خیلی پرسش؟ در خانه هر کسی که هست، یعنی که در خانه کسی که هست یک به یک میپرسیم. آنها را در یک اتاق تاریک میپرسی. من از پس پرده گذاشته گوش میکنم. میبینی کسی که دروغ بگوید از احوالش رفتار معلوم میشود. البته که یکیشون خود را آشکار میکند. من چی خیلی میپرسم زیا؟ دیتکتیو هستم من مگر؟ میپرسی. من به تو باوری دارم. از عهده‌اش میبرایی. سوال هایی که باید پرسی به تو میگویم. یک جای مشق میکنیم. تو ایست، من به قلاورخانه روم. ایست؟ باز به نزد همان زن میروی زیا؟ کدام زنه؟ من به نزد دخترم میروم. زهرا، بس من قول داده بودم که شب یک جای خواب میکنم. زیا آن زن را گسیل کن اکنون. بس من همه واقعه را میفهمونیم. زهرا، وقتی این است مگر نکنین خیل از برای خدا. وقتش کی میرسد این خیل باشد زیا جان؟ با سر نکن از زهرا، لطفا. نه
چی خیر گپ است با سر نکن زهرا جان ها از برای خدا کارو کشال میدهی زیو تمام جانم تمام حل میکنم تمام جانم میگوید چی رو حل میکنی عجبا تو خودت میفهمی که هر دوی ما رو خودت دیداره داری چی خیلی زیبا ماشاءالله 2 زن داری این نکنی من چی میگویم تو چی ها میگویی چیزی نمونده است که مرا به جنایت نکردم پرتویم خودم رو نجات دادنم تو باشی 2 خانه داری میگویی زهرا زیر وقت این است مگر بعدا گپ میزنیم به خدا قول میدیم حل میکنم لطفا خیر من میروم این خیلی نکن از برای خدا رب جانم رب در اینجا چی کار میکنی رب آموختی خیالی کلتا کلاس رو یافته نتوانستم اما درباره جنگاور یک معلومات دسترس کردم وقتی که نبیرات آن رو گرفته بودند آدم‌هایت به جنگاور خبر دادند او رفته همه‌شان رو آزاد کرده است چرا؟ همه‌اش توبه کرده توبه کردن؟ جنگاور آنها رو دعوت کرده سراغ تو رو گرفته است این خودش چی گپ است؟ جنگاور به آنها امر معروف کرده است امر معروف؟ بسیار خوب دیگر مرا هیچ کس نمیشناسد از آدم‌های بد خلاص شدم مرا دستگیر کردن نمیتوانند وای سلام من دوگانه ملیس هستم دستایم رو در کجا شویم ملیس تو چرا این خیل پوشیدی؟ چرا این خیل گپ میزنی؟ مادر شما مرا شناختید چرا نمیشناختم تو رو؟ البته میشناسی من دخترتم اما آنها نمیشناسن ملیس آنها کیم؟ همه در پایان است بله در پایان چی شد؟ حاضر پایان میروم سیر و فوش نکن میلش ملیس تو چیکار کردن میخواهی؟ مادر بعدن میگویم چیکار کرده ایستادم حاضر به پایان رفتن لازم رفتیم این دختر دیوانه شده است رفتیم ملیس ملیس چی خبر ها؟ چیکار کردی ملیس؟ مادر مگر تو گفتی؟ چرا؟ ملیس بودنم رو ای ملیس سفسطه نگو به اینجا یک جای آمدیم کو از کجا فهمیدن این خیل باشد؟ خدای من ملیس رها کنید مرا تو اینجا هم بخیر است؟ نمیدونم سمی معلوم که مدلی نواست چیکار کرده است؟ مویش رو رنگ کرده است؟ پرید پوشیده است عینک مانده است پیشش را بریده است و من خودش را مانند کرده ایستاده است البته همین خیل شدن میخواهد خدا لعنت کند این خیل نمیشود مرا دیگر کار کردنم لازم اما چی؟ اما چی کار؟ دخترم ما به این همه دونستیم که تو هجری را بسیار دوست میداری همین طور نه نجمیه؟ بله شبهی نداشتم خوش نقشه‌مون رو آخرین بار از نظر میگذارونیم هر دوی شما به نزد در هجری دویده رفته بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر يسجدان بیدو هجری بیدو مثلا چیزی شده زود یاریش کن صدق الله العظیم یا خدایا چی شده باشد خدایا خانم سنم رو نگهدار باش زود باش هجری زودتر باش سنم میمورد چی شد خاله رقیه دو هجری دو حالی سنم بد شده است گردنم میمورم کجا شدین هجری ها بیا کنم عجب هجری نمی آمده باشد گردنم خانم سنم چی خیل هستی؟ گردنم هجری بسیار درد میکنه خدا نشان ندهد با گردن چی شده باشد آرام باش تو گردنم اون قدر دردمند شده است که از جایم حتی جنبیدن نمیتونم هجری این با من بازی کرده ایستاده است چرا خیلی نگاه میکند یا فهمید که با او بازی کرده ایستادم هجری پسرم ما برای کمک خانم سنم آمده بودیم ولی این دختری بیچاره در نزد چشم ما وقتی رو بوچین یک و یک بار افتید گردنش ضرب خورد ای خدا با این دختر چیزی نشود و جوان است یک دختر مثل همین افتیده بود تا آخری عمرش فلج مانده بود خالای نجمیه شما چه خیلی گپ میزنید خدا نشان ندهد خیز با بیمارخانه میرویم زود ما یاری تجلی رو زنگ زدیم در راه هستم حاضر میآیند اما تا آمدنی ما گردنش رو مالیش دهید گفتن مساجش کرده با نه پسرم منتظر تو بودیم ما آدم های نادان هستیم از کجا میدونیم محض کردن رو شاید یکان کاری دیگر کنیم که باز بدتر شود گفته ترسیدیم اوهو با این خاله ها نگاه کن از من دیده بازیگری خوب بودن هجری میمورم خیر پسرم محض کن دختر میمورد اما خاله نجمیه جایز نیست تو خیر هجری پسرم گفته دخترا بکنی جایز است اما من دکتر نیستم خاله نجمیه هجری پسرم با این دختر نگاه کن رنگ و رویش دیگر شد این دختر چیزی می شود کنی زودتر محسش کن کنی پسرم خیلی نگاه کرده نیستو زودتر باش هجری با من چیزی می شود با فکرم تمام خانم سنم آرام باش کنی خیز اوستا بودی خود شما اینجا هستید کمی دیگر این طرف رو خدا شگفت پدر؟ در گردن دختر من دست تو چیکار میکند ها؟ مازین گردن خانم سنم وای شده است کارا تمام شد تمام از اینجا مردت رو میبرارم پدر ایست؟ ایست چی هم میگوی تو؟ ایست کمی آروم شو خانم سنم ببخش جناب یک نفهمی شده است گردن خانم سنم رک کشیده است با پدرت بفهمون سنم خیر من با تو چند بار گفتم که از دخترم دور شو نمیفهمی میپرانم تو را ایست پدر ایست آروم باش در حقیقت گردنم وای شده بود دخترم چی شد با گردنی تو؟ بسیار خوب مینمایی این آدم تو را فریب داده است چه مازن هستی تو ها؟ شرم نمیکنی گردن تو معیوب نشده بود معیوب شده بود پدرم رو دیدم خوب شدم دروغ نگوی با من هجری من وای دروغگوی هستی دروغگوی تو چه حق داری که با دختری من گویی که دروغگوی هست سنم کنه تو با درون درو باز با سر و رویت خون نپرد پدر؟
як сӯист гуфтам, як сӯист ба дарунам. асло ба ӯ зарар намерасонӣ, иҷозат намедиҳам. як сӯист мегӯям. кӯши ҳам як со намеистам. ӯро мону, маро парон. ба ту як сӯист мегӯям, як со. хонум Санам як тараф истедӣ? ту як сӯист? дӯстдоштаатро мекушам, духтарам, аз инҷо рав. не падар, мо дӯстдошта фалон нестем. мо танҳо рафиқ ҳастем. рафиқ гуфтӣ? яъне рафиқ гуфтам. манзурам аз рафиқ ҳамсоя буд. духтарам, ту киро фиреб медиҳӣ? чӣ хел рафиқ, чӣ хел ҳамсоя? аниқ дӯстдоштаат ҳаст. дӯстдоштаат намебуд, худатро дар пешаш намепартофтӣ. ӯро не, маро паро намегуфтӣ. гуфтам, чунки нахостам ки ту қотил шавӣ, падар. пештар ба ман гуфта будӣ ки аз ӯ хушам меояд ку? дурӯғ гуфта будам. духтарам, бо ман шӯхӣ накун. ин одам дӯстдоштаат аст ё нест? нест, падар. ман дигар касро дӯст медорам. дигар касро? бале. хуб, туро ҳамчун рафиқат медонӣ, аммо ӯ туро мисли рафиқаш медонад ё ин ки туро дӯст медорад? не, падар. ӯ ҳамаро мисли рафиқаш медонад, маро дӯст намедорад. ҳамин хел не иҷрӣ? бин, маро дӯст намедорад. бо ту боз во мехӯрем, муаззин. бори дигар ба духтарам наздик шавӣ, туро намебахшам. ту ба куҷо меравӣ? падар, охир ӯ меҳмон аст, аз пасаш набарем айб мешавад. ҳамин хел не? ман ҳозир меоям. ҳиҷри ист? ист? туро чизе мешавад гуфта бисёр тарсидам. тарсидам ки падарам туро мепаронад иҷрӣ. аз пушти бозӣ беақлонаам чизе намонда буд ки мемурдӣ. бахшиши бисёр мепурсам иҷрӣ. рафта ин бозиҳоятро бо дӯстдоштаат кун. ин ҳам бо дӯст доштан бозӣ дорам, ҳиҷрӣ нодон. ман туро дӯст медорам. охир чӣ кор кардам мана? танҳо ба хотири ҳиҷриро наҷот додан дӯстдоштаи дигар дорам гуфтам, дурӯғ гуфтам. баъди ин кор ҳиҷри дигар ба рӯям нигоҳ намекунад. куҷо шуде духтарам? хайр, ман ҳам меравам. канӣ бигӯ, ки аст ту? ки будааст? гуфти дигар касро дӯст медорам. кӣ аст вай одам? вай асту. ӯ ҳам актёр аст, дар театри мо аст. иншоалло ба ман хуш меояд. вагарна рӯзи ӯро ҳам сиёҳ мекунам, медонӣ ку? ба зиндагии ман халал нарасон. каме маро роҳат мон. духтар маъшуқа доштааст. ин хел боча чаро бо ман бозӣ дорӣ? чӣ дард дорӣ? аз ман чӣ мехоҳӣ охира? зӯраҷон, ҳамин калтакелас баъди гурехтааш ба ту занг зад, назад? не, занг назад. яъне намедонӣ ки дар куҷост? ман аз куҷо медонам, самиҷон? беин ҳам зиёд то кордро ба суқроткӣ доданашро пайдо накунад ба бирон намебарояд. ҳаётам, умед дорам ки тез сарёбанду гунаҳгор ба дӯш гираду зиёдило барояд. ҳамин хел не? кордро касе аз ин хона ба суқрот додааст, сами. лутфан касе ба ҳеҷ куҷо наравад. бегоҳ ҳамаи шуморо ман ба пурсиш мебарам.
کسی ملیس رو ندید؟ وای این سو با کجای رفت؟ اما من نمیدونم یعنی خدایا با من خبر نداده با کجا رفت این دختر؟ تولین جون خوب هستی؟ دیشب بسیار بد بودی برای همین پوچیده ایستادم. ای سمی ای اون جین رو دیدم از اون وقت حاضر دست و پایم میلرزد از پیش چشمانم نمیرود اون جین. ای سمی تو این رو دونسته چرا به یادی من میاری بازه؟ یک لحظه شما جین گفتید؟ بله جین دیدم اما هیچ کس به من باور نمی کند. قسم میخورم من هم دیشب دیدم عقلم از سرم رفت. ایست تو هیچ چیز را ندیده ای حالا. بین شما رو شنیدید او هم دیده است آخر. تولین جان جین و عجین دیگر نیست در نظرت تفته است. ای سمی از برای خدا من چی چیز دیدنم رو نمیدونم اگر جین دیدم جین. بفرمایید به نزدیکی آمدید؟ من پسری اکای خانم تولین عدنان هستم. امام رو جیغ میزنید خوش رویت؟ البته جانم. وای خانه نگاره چقدر قصر زیبا. از برای اون جین قریب بود که دلم از کار میموند. خدایم محافظت کرد. خانم تولین جیانتون آمده است. جیانا؟ پسر اکاتون عدنان. عدنان؟ یعنی شما جانی با نام عدنان دارید؟ اشنو این تسبیح رو سر فهم نرفتم. بفرمایید. دوستانی عزیز اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم، زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه می‌کنیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار فعالیت میکنیم. با رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. از ارگوی الهی با شما سفر بی خطر را خواهانم. به نزدیکی اومدید؟ وای امام چیکار کرده ایستادید؟ شما کیستید؟ ای حتی مادرم مرا نشناخت. یعنی شکلی خوب کردم. از برای خدا اما من جیانت عدنان هستم. چه خیلی مرا نمیشناسی؟ اکای من عدنان گفتنی پسر ندارم. من از زنی به جایشم. چه ها گفته ایستادید شما؟ اکم اویله و زندگی بسیار خوب دارد. چی شد؟ مادر چه خیلی به جایی من ملیس هستم. ملیس؟ پسرم با کجا میروی؟ شین برم. پدر شیرم مردم رو میسوزونی ها؟ سوار شو. پدر جان تو با من حالا هم نگفتی که چه خیلی ثروتمند شدی؟ پسرم گفتم کو خزینه یافتم. گفتم پدر از برای خدا رها کن این گپا رو. تو با من راستش رو بگو. از کی به تو میراث ماند؟ از شاهی بیزانس مانده است. شاهی بیزانس گفتی؟ ملیس تو دیوانه هستی؟ چرا این خط پوشیدی؟ حیاتم زیری خطر است. چرا نمیفهمی؟ آدم های خطرناک از پسی من هستن. چی؟ مادر خاموش. ای مادر باید این کارو میکردم. همین طریق خودم رو پنهان میکنم. گوش کن در داخل مرا همچون عدنان شناس میکنی. ملیس به تعطیل رفت میگویی به کجا رفت نمیدونم. لطفا مادر جون. های ملیس بعدن چی میشود؟ نمیدونم بعدش رو یکم فکر میکنیم. این را تنها تو میدانی لطفا.
خدایا این چی بلاست که به سرمون میآید. شد تمام. عدنان پسرم کنی به درون درو. کنی بیا 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 درو گذر. بیا بیا. بیا عدنان جان. گذر شیرینم. سلام علیکم مردم. علیکم سلام. خوش شناس کنم پسری اکم از زنی دویومش جیانم عدنان. کمی با ما زندگی میکند. بسیار زیبا است همین خیلی نه؟ بله به حال. خوش آمدید جناب عدنان. خوش باشی جانم. ملی زنگ زد با رخصتی رفته است. با کجا رفته است؟ ای سمی با رخصتی رفته است یعنی میدونی که میرود کمی استراحت کردن خواسته است. من برای دیدن دختری عمم آمده بودم و اما نبوده است. خیر تا آمدنش همین جا هستیم. عدنان جان این خیلی نمی نوشم. عادت کردم ماما جان. حیات رو ببینه از پشت کانون دیوانه در تونل ها پنهان میشوم. تو در بالای زمین گردی و من در زیر زمین. نه قهرم کرده. یک هفته میشه که آفتاب ندیدیم. کلاس خدا بگیرد مایم شوکت برادرم. چی داد زده ایستاده ای؟ اینجا یگان کس تو را میبیند. من نگفته بودم که رو از اینجا. گفتی نه که نتونستم. برادر به تو احتیاج دارم. من بانو را میدوزدم. باید یک نقشه کشم. من یاری میدهی؟ با درون در را من به تو نشون میدیم. با درون در نیست کلاس جان. نقشه میکشیده است. شوکت یک بار به دست من افتی پوستت میکنم پوست. بعدا از پوستی تو برای بانو پاپوشی میکنم. آن نشو برم. آرچا جون آرچا تو زن اومدی با خونه ای ما مهمون اومدی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینها کی هستن؟ اکا تو با ما گفته بودی که همه باباهای برفی شهر رو جمع کرده به نزد من آورد. موسمش نبوده است. ما همین قدرش رو افته آوردیم. کشاده دیدید مگر؟ نه اکا ما گفتیم تو اکا کانون نبیند ما رویشون رو نمیبینیم. کنی رویشون رو کشوید یک بینیم؟ ایلش کو بکشوید. شاید این باشد اکا. نبوده است. میکشویم. کنی شوکت لین ها؟ شوکت گفتی؟ کدام شوکت اکا؟ شوکت پاوکت نیست اکای کانون. شما گفتید بابای برفی رو بیارید. اینا یک دو سه همین که گفتیم بابای برفی دیگه نیست. ای گوسفندی بفهم پیسری به عقل ها. هر رفته گم شوید برای من شوکت رو یافته بیارید. با طرف چاکرد؟ ای برادر همه به عقل ها مرا میابند مگر یگان آدمی با عقل نیست که در گرد و اطراف ما. برای من یک چای بیارید. اوه هم خدمت خوش آمدیشین. خوش نامدیم کنعان. بخیر است؟ چی شد؟ چی میشد؟ و تو باور کرده دخترم را امانت گذاشتم. تو چی کار کردی؟ من چی کار کردم آشنا؟ دست دخترم را گرفته با مؤذن شناس کردی. حاضر باشد مؤذن از پس دخترم است. تو درباره هجری گفته ایستاده ای؟ گوش کن مرا. تا جای من میدانم دختری تو از پس هجری میدوند. صبر کن کنعان. این خودش چی گپ است؟
گوش کن با تو هم میگویم من با آن مؤذن گپای لازمه رو گفتم تو هم رفته با او بگو اگر ناراحت کنی دخترم رو ادامه دهد نمیبخشم ای مرا گوش کن هجری رو از دختری تو خوشش نآمد تو از پسی چی هستی من چیزی رو نفهمیدم من حالا با او نشون میدهم بار دیگر او را با دخترم بینم او را با 20 تیر 20 سوراخ میکنم هم خدمت کمی آیسته تر وزنی شو تا تو را آدمی خوب گویم دختری تو زیبا اما برای هیچ دختر نیست مگر اگر دستش رو بردارد 50 دختر اگر میانش رو بندد 250 دختر مرا نازکا گوش کن من دختری ندارم که با او بدیم فهمیدی؟ نه آشنا از تو کسی دختر نخواسته است؟ دخترم را نمیدهم میگویم ما هم نمیخواهیم دخترت را گپ را دراز نکن من گفتنیم را گفتم رفته با او بگو اگر امر معروف را ادامه دادن خواهد از دخترم دور ایستد کار رو ببین برادر همه از پسی دیوانه من در حسرت آدمی با عقلم یگان آدمی با عقل رو برای من نمیبرایدی کجا شد چای زهری من میگن کلاس با جنگاور خلاص کرده من یه چیزا نفهمیدم چی باکو جنگاور تر خلاص میکره مرا چی باکو تو رو نجات داده چی کار میکنه کنی بگوی چه میدونم مثلا کانون دیونا را دو سه شاته میگیرید جنگاور شنود که تو نامی او را استفاده برده ای تو را دو شپاتی میزنه با خودم مجبور شدم لباساشو پوشیدم شاکت چی کاری میکنی بیکن سری مرا در بلا نگذار دیگر هیچ چیز نمیخوام به این هم بالای سرم بلا بسیار است خیلی بریم تبکوی فیض نهوما بخوریم چی شیسته همینجا پسرم امروز کمی با خانم تولین وقت میگذرانم خبر ده که آمادم بگو در نزد در منتظرم کنی رو بین پدر جان نگفته نماند چشمون این زن در تو نیز در پول و مالی توست خاموش بی تربیه بی آداب تو در باره مادری آینده چه خیلی گپ زده ایستاده بین پدر جان من اون زن رو همه چیز میگویم اما مادر نمیگویم بگویی بی تربیه بی آداب رو زود باش رو خبر ده پدر خاموش هیچ چیز نگوی رفت خبر ده بگوی که پدرم در بیرون منتظر است رو بی آداب گوسفندی بفهم با اجازت شما من میخیزم جناب عزمی رو منتظر نکنم ینگا جان شما با این جناب دیوانه در حقیقت جدی هستید؟ زهرا جان ما نو در عرفه شناس شوی هستیم خوب میشد که دیوانه نگوییم جنابی عزمی گوییم خوبتر است چون که ما او رو بسیار نادرست فهمیدیم یعنی آنقدر جنابی با آداب هست که یعنی روحی زنها رو بسیار خوب میفهمد آدمی روحی نازک داشته بسیار آدمی با آداب بسیار آدمی شیرین است خیر من جنابی عزمی رو منتظر نکنم عدنان جان تو هم ناراحت نباش بولی برادر باغچه سیر کن خیر تا بازدی جانم خیر تا بازدی دم جان من خودم سیر و گشت میکنم مادر چیکار میکنی؟ نمیخواهم که با آن دیوانه وا خوری وا نمیخوری اوف تو با من کاردار نشم ما یک دیگر رو نمیشناسیم خیر عدنان جان تو در باغچه سیر و گشت کن مایلش خیر بازدید زنگ میزنم سومد دیوانه دامولوی ساخته دیدم دامولوی ساخته رو دیدم او اینجاست جناب عزمی در کجاست؟ نزدی در است منتظر شما بود خانم تولین همین خیر این خیلی باشد در حال رو منتظرش نکنم بای خانم تولین خانم ملیس در درون است ملیس وای با رخصتی رفت با رخصتی برآمد
بله با رخصتی رفت او بعضا همین خیل میکرده میرود یعنی. خوب با کجا رفتنش رو گفت؟ ای جناب کمال چین قدر سوالی زیاد میدهده. رفت و خیر با رخصتی رفت چیزی نگفت بسیار وقت همین خیل میکرد میرفت یعنی. من پدرتون رو منتظر نکنم. ای در کجا باشد این آدم؟ با کجا نرفته باشد این دیوانه؟ جنابی ازمی مرا ندوانه. چی را باشد؟ اکنون من چی کار کنم؟ جنابی ازمی چی کار کرده ایستاده از برای خدا؟ دیدم او را. او دیوانه است. دامنای ساخته را دیدم. او همینجاست. اوف کی را گفته ایستاده اید؟ همینجا هست میگویم دیدم. او از خانم میگوریزد. دامنای ساخته همینجاست. دیدم او را. کالتا کلاس را؟ بله. وای ساخته کاری قانون گریز در همین خانه است. اوف. او دیوانه نیست مگر؟ ای وای. یا اینکه در آنجا زیا رو دیده است چی؟ جنابی ازمی به نظرتون نموده است. بیا رویم بیا میرویم. نه در نظر و پذرم نموده است. وای در همینجاست. یانگه چی گپ است؟ ای زهرا جان جنابی ازمی در نظرش چیزی رو دیده است. نه گفتم کن در نظرم نتافت. او دیوانه است. دامنای ساخته اینجاست. دیدم او را. ای زهرا. خانم تولین این در رو من پیش از برآمدنم قفل کردم. یعنی غیر از من دیگر کس آمده گشوده نمیتواند. جنابی ازمی شنیده؟ در رو قفل کرده است. رفته مرا نرنجانید. رفته. خانم تولین از تو را رنجانیدن سرم را شکنم خوبتر است. شکن نباشد من آن دیوان را دزیر میکنم. فرمایید. بسیار شیرین هستید. زیا در کجا هستی؟ همین جایم زهرا. زیا پدر آنجا چیکار میکنه؟ سلام جانم. آشنا این کار نمی شود. هم می رود هم با کجا رفتنش را به هیچ کس نمی گوید. انیق از من می گریزد. دوستم نمی دارد آخر. کمالی سیاه چی فکر داری تو؟ شاید سرش در بالا باشد. یکی بابای قدیر پیش از تو دختر رو یابد. من باید این کار رو در حال کنم. کی هست این باز؟ یا اینکه آدمی بابای قدیر است؟ کی هستی تو؟ مرا نشناخت. اصلا تو خودت کی هستی؟ تو رو به اینجا بابای قدیر فرستاده است ها؟ مرا میزند این دیوانه. ای برادر تو چیکار میکنی ها؟ بابای قدیر کیست؟ یکون بار هست میشنوم نمیشناسم. من پسر تقای ملیس عدنانی جسورم. عدنانی جسور؟ بله ملیس را زیارت آمده بودم. شانسی مرا بین با تعطیل بر آمده است. بخشش برادر یک نوع فهمی شد. مایلش کی هست این بابای قدیر؟ مشکلی ایجاد میکند. چی شد برادر؟ زبانت را خوردی؟ کی هست بابای قدیر میگویم؟ یا اینکه با ملیس دست درازی میکند ها؟ آزارش میدهد. میدانی چی؟ میکشم رو میکشم. تو پروا نکن برادر. این کاری من است. حالا کسی که به خانم ملیس ضرر رساند از شکم مادرش تولد نشده است. بسیار خوب. ولی تو کی هستی؟ من محافظ خانم ملیس هستم. سلامت باش. خیر برادر تو از راه دور اومده ای. اینجا رو نمیدونی.
биё ман туро куҷои хоҳӣ барам. писари тағои хонум Мелис бародари мо аст. бо як гапи ту миён мешиканам. раҳмат бародар, ман туро нороҳат намекунам. ин хел намешавад. туро ба ҳеҷ куҷо рафтан намегузорам. вой дод, боз ин одам ба ман часпид ку? хуб, модоме ки бисёр мехоҳӣ, биё сайр мекунем. биё бародар. зиё, парво накун. ҳеҷ кас он девонаро бовар намекунад. аз ҳама гурехтам. чизе намонда буд ки девона дастгирам. падарҷон, девона ки аст? ҷонам, ту ҳозир падаратро хаста накун. майлаш, ӯ бисёр хаста аст. каме истироҳат кунад. ба ин нигоҳ кун. чӣ хел бозӣ мекунад, гӯё ки дар фикри зиё аст. шайтонча. ҷаноби зиё, аз шумо як чизро пурсам. шумо медонед дар ин гирду атроф ягон кошонаи ҳусн ҳаст? хеле вақт шуд ки худро оро надодаам. бовар кунед, ҳамин хел хубтар ҳастед хонум Баҳор. ҳамин тавр? намедонам. мегӯям мӯи сарамро ранг кунам, ҳамин тавр, ё ин ки макияж кунам. намедонам. бовар кунед, ман намедонам. аз зуҳро пурсем чӣ? зуҳро? чӣ хел аст? кани биё духтарам, ман ба ту девонаро мефаҳмонам. биё. хеле хуб, ин хел бошад ширинам. ту бо падарат рав, майлаш. ман рафтам мӯи сарамро ранг карда меоям. майлаш модарҷон. ин хел бошад. то боздид хонум зуҳро. ту дар куҷоҳо бо чӣ кор машғули зиё? хуш духтарам, акнун мефаҳмонам девона вай мешавад. бо ҳам хоҳем дид зиё. ту ба куҷо меравӣ? ба куҷо равам? кошонаи ҳусн? ширинак. хайр. аҷабо, дар кошонаи ҳусн бо катакелас вомехӯрда бошад? сардорам, як мардаки капакала нахокам хеле фикри хом бикунем. охир кошонаи ҳусн ҷое аст ки одамои безеб худшона маҷбури хушрӯ мекунанд. ина мардак бори ман ту ки хушрӯ ҳастем, не кошонаи ҳусн мерем ранги зӯро. ин хел бошад. пеш аз оне ки бо катакелас вомехӯрад, мӯи сарашро ором медиҳад. акаёна ҷураи ман ки боши, гаптон 100% мантиқ дорад. духтаро пеш аз вохӯрӣ бо маъшуқаҳошон худшона хушрӯ мекунанд. ту гури гуфтӣ. зуҳро бо калтакелас вомехӯрад писарам. ба касе занг мезанад. аниқ бо калтакелас суҳбат мекунад. лаббай. муҳтарама зуҳро шанлӣ, ман каминсари калон фотеҳ. бифармоед. хонум зуҳро, шиносномаатон рақамаш 322 455 677. дуруст аст? бале, дуруст. ин рақами шиносномаи ман аст. хонум, вақтҳои охир дар ягон ҷо шиносномаатонро афтонидаед ё онро дуздида буданд? не, нашуда буд. ин хелаш ба ёдам нест. вақтҳои охир бо шиносномаатон аз интернет ягон чиз харидорӣ карда будед? бале, карда будам. фаҳмидам хонум. ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки дишаб ду нафарро бо мақсади террор карданашон дастгир намудем. дар дасти террористон шиносномаи шумо ва дигарон пайдо шуд. аз номи шумо 23 адад рақам, 1 адад корти суратҳисоб, 2 адад корти харид гирифта шуд ва ба суратҳисобатон дастрасӣ пайдо карданд. чӣ хел яъня? хонум зуҳро, аз ин ҳодиса ташвиш нашавед. вазъият зери назорати амният аст. телефонатонро хомӯш накарда гуфтам, ҳоямро гӯш кунед. тамом, ман шуморо гӯш мекунам. бифармоед. ё худоё, ин хонумзуро бо ки ин қадар дароз суҳбат карда истода бошад? бо ки гап мезанад? бо катакелас гап мезанад? агар як стакан мебуд, дар гӯшу мемонам, садоша мешнавидем. дар кадом бон сурати ҳисоб доред? фаҳмо, чӣ миқдор пул доред? қариб 300 000 лира. аз ҳама шӯъбаи наздик ба шумо кадом аст? шӯъбаи марказӣ. хонум зуҳро, ҳозир ба он шӯъба рафта, пеш аз террористон мехоҳем ки шумо пулҳоятонро гиред. дар ин муддат телефонатонро хомӯш накунед. мо барои муҳофизати шуморо аз дур назорат мекунем. фаҳмо?
شد من حاضر به نزد ماشینم رفته ایستادم. اومده ایستاده است. اومد. یک ثانیه لطفا. من به ماشینم سوار شدم. یک لحظه. انیق به نزد کلتکیلس می رود. لعنتی کلتکیلس، این بار از دستم خلاصی نداری. التماس تلفنتان رو خاموش نکنید. گفته‌هایم را اجرا کنید. مالش. سردارم شما جدی هستید؟ کلتکیلس چرا با خانم زهرا در بام وا میخورد؟ لیون تو بیعقل هستی. کلتکیلس با زهرا چرا در بانک وا میخورده است؟ زهرا به اینجا برای پول گرفتن آمد. چرا؟ به کلتکیلس میدهد چون که کلتکیلس پول رو گرفته به خارجه میگریزد. کلتکیلس با پول نیاز داشته باشد چرا از خانم زهرا میگرفته است؟ میدزده. خاموش باش پسرم، تو فکر نکن، خاموش باش بس. دیدی پول رو گرفته با کلتکیلس میبرد. از دستم خلاصی نداری کلتکیلس. خانم زهرا، حاضر گروهی تروریستان است پس شما تعقیب میکنند. چی؟ تعقیب کرده ایستادن؟ بله شما تشویش نکشید. در پیش بر راه انتهایی درآیید. مایلش. کلتکیلس باید در همین جاها باشد. خانم زهرا، در نزد بینا قوطی پرتو رو دیده ایستاده اید؟ بله. از ماشین فرآمده پولها را در آن قوطی پرتوها پرتوید. گروه تروریستان وقتی که پولها را میگیرند ما آنها را دستگیر میکنیم. مایلش. سردارم خانم زهرا راست به طرف قوطی مسلکه رفته ایستاده است. یعنی کلتکیلس در درون قوطی مسلکه است. یا این کی؟ زهرا پولها را در قوطی پرتو میگذارد، بعدا کلتکیلس پولها را گرفته به خارجه میگریزد. شغا فکر کردیم ما این کار تو را نمیفهمیم؟ همین بوی را فهمیده ایستاده ای؟ چی را فهمیده؟ بوی مسلکه را. خاموش باش. اکنون از مکان حادثه دور شوید. زهرا، حاضر عملیات را شروع میکنند. تمام. تلفنتان را خاموش کنید. ما با واسطه پلیس پول شما را به خانه‌تان برای با ما همکاری کردنتان تشکر زیاد. روز بخیر. روز بخیر. اکنون خانم زهرا را عفو. بگذار رود. کمتر پس کلتکیلس به اینجا می آید. ما باشیم او رو دستگیر میکنیم.
کلتکلس آمده ایستاده است. سردارم فکر شما درست برآمد. کلتکلس آمد. حاضر تو را مثل خرگوش دستگیر میکنم لعنتی. حاضر تو را دستگیر میکنم خزنده به شرف. تسلیم شو کلتکلس. ایستا لونت آمد. لونت تو از پسش داو. من راهش را میگیرم. بیداف مردک بش. لعنتی اجان نجوم اینم آمده مکن. تسلیم شو به شرف. کنی رویت رو گردان. تو کی هستی ها؟ این مردکی آدم کلتکلس نیست کو. من هم دیده ایستادم که کلتکلس نیست. خیلی جوابش بده برا بکن. این چی هست؟ لعنتی بشر فریبگر. دستبند را بند لونت. کو دستات دراز که حشرات موسرکا کوه شرم نمیداری مردکی کلان موسرکا میگوی. مار بیناموس ایزونا میکشی که موسرکا پول میگیری. خز پول ها را بگیر. تمام گرفتم خدر وزمینه. دوستان از برای هر چیز زود دسترس نمودن سلسله فیلم ویدیوهات و با استفاده اعلی با کانال توپ تاجیکس ابونا شوید که در اپیزود ویدیو برای دستگیری همتون تشکر زیاد.